لازم میدونم به ملت بزرگ ایران تبریک عرض بکنم. چند تبریک به ملت عرض میکنم. یکی تبریک پیروزی بر رژیم جعلی صهیونی است. با اون همه هیاهو، با اون همه ادعا، رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریباً از پا در آمد و له شد. رژیم آمریکا وارد جنگ مستقیم شد، چون احساس کرد که اگر وارد نشود رژیم صهیونیستی به کلی نابود خواهد شد. وارد جنگ شد برای اینکه او رو نجات بده، لکن هیچ دستاوردی از این جنگ نداشت. جمهوری اسلامی سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت. به یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا در منطقه